سلام علیکم، من علیرضا هستم و امروز قراره یک آموزش به شدت کاربردی رو با همدیگه یاد بگیریم. خیلی وقتا موقع تدوین ما فایل های مصاحبه داریم و فایل موزیک داریم. میخوایم موزیک رو با مصاحبهمون لول بکنیم. کی فریم گذاری میکنیم برای همش و اون رو بالا پایین میکنیم تا موزیک با صدا لول بشه. خب این خیلی کار سختیه. میخوایم یه کار آسون بهتون یاد بدم. خب برای این کار ما در قسمت ویندوز بر روی این گزینه کلیک میکنیم. روی فایل موزیکمون کلیک کرده و در این قسمت این تیک رو فعال میکنیم. پنجره‌شو باز میکنیم و این عدد رو تغییر میدیم. من میذارم روی عدد 6 و 7 و در آخر روی گزینه جنریت کلیک میکنیم و میبینید که خیلی راحت این اتفاق افتاد. گوش کنید. یک تیم حرفه‌ای و طراحان حرفه‌ای و متخصصانی هستن که برای بچه‌های شما خب حالا ما میخوایم فایل صدامون رو که مصاحبه شده کیفیتش رو بهتر بکنیم. خب دوباره ما میایم توی همون پنل و در قسمت پریست میبینیم که ما کلی پریست داریم برای کیفیت صدا، از صدای خانوم گرفته تا صدای آقا و پادکست. من روی پادکست کلیک میکنم و در این قسمت تیک این رو فعال میکنم و میذارم روی عدد 1 و 6. حالا گوش کنید دوباره. یک تیم حرفه‌ای و طراحان حرفه‌ای و متخصصانی هستن. خیلی راحت صدای محیط رو گرفت و صدای خود مصاحبه شونده شفافتر شد. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. منو حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، چون آموزش خیلی بیشتری رو قراره توی کانال یوتیوب بذارم و شما ببینید و استفاده کنید و تدوین رو به راحتی یاد بگیرید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.